اینمی احمقا بودن لالا که وطن به میجا رساندن. امی پدر نارتا که در چوکی شیشتن افغانستان گفته چیغ نمیدادن، افغانستان گفته خدمت نمیکردن، فقط در فکر یک خانه به خاطر یک خانه شخصی خود تمام افغانستان قربان نکردن. کردن چی کارای اینا نکردن؟ حالا بیا اینا بشینیم منتظر که باز اینا سر قدرت بیاید. از یا که خصوصا که طالب شرف داره. من به چی باورم لالای عزیز من جناب کاری صاحب، من میگم تاریخ 300 ساله افغانستان رو بخوانین، ادمی قندار، پکتیا، خوست، گردیز، پکتیکا، جلال آباد، انمی اینا طبی 300 سال من افغانستان چون اینا بعد هم چسبیده بده به امکان کشورهای بیرونی، بعد از طی 20 سال آخر هم پنشیری آمد، این دفعه دیگه لیشمال که کشوره. آل پنشیری ها که یک ولسوالی بود، اینا دعوای حاکمیت کل افغانستان داره و خورم در رسمش واره و کس دیگر هم اصلا هیچ قبول نداره. ما همی دفاع حمایتی که ما تو از پنشیر کرده، همی کل جبهه مقاومت در این رسانه همی تو که ما خودت کرده به خدا که کرده باشه. نه یا محافظه کاری میکنن فرای کشتن.